شما باشین این چوب بهتون بدن چی کارش میکنین؟ بنده محسن پنجبند هستم که از سن 8-9 سالگی اینجا میراث پدریمه و این کارم میراث پدریمه. خراطی یاد گرفتم و تا حالا ادامه دادم. حمیدرضا چوبدار هستم، پسر اوصیه‌الله. مرحوم پدر آقای چوبدار آیا اوصیه‌الله بهش میگفتیم. چند تا تیکه کار آورد به پدر من گفت حاجی اصلا اینا رو بگردون برا من. اون موقع اوس همیدم از من کوچیک‌تر بود. اولین برخورد من با آقای چوبدار تو اون سال بود، فکر کنم سال 53 54. یه جورایی هم بازی بودیم، همین که خب یا من مغازه ایشون بودم، پدر ایشون بودم، یا ایشون می اومد اینجا. فرق کار ما خراطی با نجاری اینه که ما با دست و چشم کار رو انجام میدیم، نجاری با ابزار، ولی با همون ابزار هنر خاص خودشو داره. این دوتا شغل مکمل همدیگه هستن. باید خراطی کنار نجاریه، نجاری کنار خراطی. وقتی میخواد یه میز ناهارخوری درست کنه، پایش رو چارتراش میکنه، آماده میکنه، اصطلاحاً خط کشی کردن واگیره میکنه، میده به خراط. خراط این اون جایی که باید خراط شه، اون فرمی که باید بهش بده رو انجام میده، میشه یه دونه پایه. این یه تیکه چوب شما اگه بندازش کنار خیابون، هر کی ببینه نهایت برداره ببره پارکی صحرایی جایی بسوزونه، آتیشش لذت ببره. ولی ما یه چیزی ازش در میاریم، شاید دهه‌ها طرفی که اینو میبره بتونه باش کار کنه. انواع اقسام مختلف داره، هر کدومش به درد یه کاری میخوره. بله. مثلا چوب نرم هست، ما چوبای بیت داریم، چوب روسی داریم. این چوبا نرمه، صنعت‌های کارهای خاص خودشو داره. ولی یه سری چوبا هستن که در حد آهن محکمن، سفتن، مثل چوب ممرز، چوب زبون گنجشک یا ون. اینا چوباشون سفتن. این سوراخی که میبینین رو چوب ایجاد شده، این چوب گردوه. این چوب خیلی سفته، خیلی سفته، با مغار با اره به زور بریده میشه. حالا این جونوری که اینو میخوره قیافش این شکلیه، دقیقا همین آغاز. کار چوب واقعا خطرناکه. باید حواس 6 تون جمع به کار باشه. همشون یا انگشتاشون رو زدن یا بعضیا دور ازشون تا مچ دستم بوده، کسی که با اره فلک انداخته. رنده خیلی خطرناکه که یه همچین چیزهایی باز خودشون دارن که این شناسایی نجاریشونه که شناسنامه شونه دیگه. اره مثلا خطرش به اینه که تنگ میفته، چوب چون سفته گیر میکنه، اینجا که گیر بکنه عین فشنگ از عقب پس میزنه پهلو رو داغون میکنه. حالا کسایی که تجربه دارن و توی این کار مثلا آسیبا رو خوردن، به پهلو وای میسن، به اره، یعنی پشت اره وای، از بغل کار میکن. به محضی هم که تنگ میفته حتی احتمال داره چوبو برگردونه دستو بندازه رو اره، که اون لحظه کلید داره اینجا کار میذاریم ما، یعنی با پا میاد این عقب و کلیدو میزنه قطع میکنه. مثلا اجازه بدین کار میکنه، باید خیلی سرعت عمل داشته باشه. من حدوداً 16-17 سالم بود، زمان جنگ ایران و عراق. یه آقای اومد یه نقشه به من داد، گفت اینو برام بتراش. اون مقیاس‌های مختلف
زمانی که اینو ساختمش دیدم یه چیز معمولی نیست. کنجکاو شدم، سوال کردم، گفتش که این یه وسیله جنگیه، تموم بشه میام بهت میگم. رفت و بعد یه مدت اومد دیدم یه RPG ساخته، هم نمونه کار منو آورده بود، همون چیزی که خودش ساخته بود. اون موشکش هم من قالبگیری کردم برای ساختم، رفت درست کرد. بعد تقریبا یه مدت 10-15 روز اومد اینجا، گفتش که اون RPG که تو قالبش رو ساختی به من دادی، من تمومش کردم، اولین تانک عراقی رو پیروز بچه‌ها زدن. یه بنده خدایی اومد گفتش که آقا یه کاری میخوام برای من، میتونیم بسازین الان؟ چی میگه؟ یه تابوت میخوام بسازی. تابوت برای چی میخوام بسازی؟ حقیقت ما یه متوفی داریم، فوت کردن یکی از اقواممون، میخوایم ببریم شهرستان. اینم همینجوری نمید. اون موقع کاور و اینا نبود مثل الان. گفتن که حتما باید چیز بکنین، با وسیله که میخواستن ببرن باید تو تابوت قرار میگرفت، کفن پیچ میکردن میذاشتن تو تابوت. خلاصه ما اون روز واسادیم برای این بنده خدا یه تابوت ساختیم و براشتن بردن.